بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر دوستای عزیز، انشالله صحتمند باشین. باز هم خوش آمدید به آموزش های تخصصی GIS و سنجش از دور از کانال افغانی خود ما. دوستان عزیز، مبحثی که یا عنوانی که بالاش ما صحبت میکنیم و کار عملی انجام میدیم Urban Development و Land Cover Mapping است. دوستان عزیز، این آموزش به اساس نیازمندی یکی از دوستان ما که مونوگرافشان یا پایان‌نامه تحصیلیشان در این مورد Urban Developing و Land Cover Mapping میخواستن چنج دیتکشن پیدا کنن که در یک بازه زمانی چقدر تفاوت در یک ولایت ما آمده. یکی از خوبیای تحقیقی است که بالای یکی از ولایت های سمت شمال انجام میشه. تا جایی که من اطلاع دارم در زمینه در ولایتی که تحقیق صورت میگیره تا فعلا کدام دوست ما تو این تحقیقات انجام ندادن و به خاطر از اینکه ما در تحقیقشان بتونم کمک کرده و اما نیازمندی هایشان من نوت کردم و خواستیم که یک آموزش ترتیب کنیم تا بتونیم بر علاوه که به دوست ما کمک شد و تمام عزیزان فارسی زبان های ما یا اشخاصی که با لسان بلدیت داشته باشن، خصوصا در زمینه جایز و سنجش از دور، ما بتونیم کمک کرده. ما با استفاده از سافت آرک مپ 10.8 این موضوع را مورد تحلیل قرار میدیم. میشه با سافت اینوی همچنان موضوع را بیایی تحقیق ما پروسس کنیم، اما چون دوست ما تقاضاشانی بود که با آرک مپ بلدیت دارن، ما خواستیم Urban Mapping و Land Cover Mapping با آرک مپ انجام بدیم. دوستان عزیز، آموزش ما چند پارت داره که پارت به پارت ما اینجا کار میکنیم و به می شکل هم به شکل پارت وار در چینل اپلود میکنیم. میشه دوستان باز پارت به پارت تعقیب کنه و از آموزش لذت ببرن. دوستان عزیز، این آموزش شامل ایمیج کلاسیفیکیشن میشه که ما باند کمپوزیشن انجام میدیم و در اخیر چین دیتکشن انجام میدیم برش. و موضوع دوم موضوع جنریت جیو دیتابیس است. دوستان عزیز، تمام کارهایی که ما با GIS ریموت سنسینگ انجام میدیم در حقیقت ما میخوایم یک دیتا یا ارقام دیولپ کنیم که بسیار مهم است که حداقل ما بفهمیم در سال 2010 چقدر اوربان بوده، 2020 چقدر دیولپمنت کرده. به همین شکل لند کاور ماپینگ ما را به مخاطر تمام زحمات ما وابسته به است که ما در اخیر یک ارقام دیولپ کنیم که نیازمند ما جنریت جیو دیتابیس است که ما از محاسبات انجام میدیم. در اخیر چیزی که پیدا میکنیم ایریا است که محاسبات ما شامل طول بلد و عرض بلد اکسا هست و بعد موضوعات درگه است. اسم ما عبدالغیر شکوری است. من در زمینه GIS ریموت سنسینگ کار میکنم و میخوایم آموزش ها رو به خاطر تهیه میکنم که یک کنتریبیوشن ما یا همکاری ما یا شرکت ما در این زمینه به مردم به شکل رایگان مورد قرار میگیرد. و دوستان هر نوع سوال باشه، پیشنهاد باشه، باز از ایمیل آدرس، سوشال میدیا امر ما در جریان بگذارین و همچنان میتونین که این آموزش با دوستانتان شریک بسازین، نه به خاطر از اینکه ما لایک یا سابسکرایب موضوعات بگیریم، این خاص به خاطر از اینکه تمام علومی که در سطح زمین مورد مطالعه قرار میگیرن یعنی یکی از نیازمندی های علم GIS سنجش از دور است تا دوستان ما همچنان بتوانند از این آموزش ها بهره برداری بگیرن و در زمین تحصیلی یا کاری خود استفاده کنند. خب، مسئله عزیز، ما محیط آرک مپ باز کردیم. یک شیپ فایل به نام ولایت و پروینس اضافه است. ما تصاویرهای متفاوت داریم به خاطر تحلیل نقشه ها. هدف میست که ما ساتلایت فوتوهای زیاد داریم مانند لنسد، مودز، سنتینل، استر و
در این تحقیق تصویری که ما فعلا پیش ما اولیبل است یک تصویر لنسد از دوستان عزیز. تصویر شما ببینید که لنسد 8 است، پتروش 15236 که شهر کابل میشه. سال که این تصویر کپچر شده یا برداشت شده است از زمین سال 2015 ماه اگست 8 تاریخ هبدش بوده. یعنی این موضوعات به خاطر تشریح میکنم که دقیقا شما بفهمید که تصویر چگونه ماهای شما دقیق دانلود کنیم. خوب تصویری که دانلود میشه در کل باید در یک بازه زمانی باشه که کلاود کاور اسنو کاور نداشته باشه و حداقلش همون زاویه قرارگیری ماهواره با سطح زمین تقریبا افق باشه. هدف می است که مایل باشه در کسی، یعنی زاویه 90 درجه را حداقلش به 90 نزدیک باشه. افق ما اشتباه کردم، افق نه مایل. مایل هم گفته نمیتونیم چون عمود که من اشتباه کردم، زاویه افق مایل نه. طبعا زاویه مایل قرار میگیره اما مایل نزدیک به عمود باشه. یعنی ما باید طور تصاویر دانلود کنیم که نحوه قرارگیری سنسور یا ماهواره نسبت به سطح زمین حد اقلش نزدیک به عمود باشه. عمود بودنش به نظر من که مشکل است، اما نزدیک به عمود و از مایل نزدیک به عمود باشه به این شکل. خوب است. ما اینجا تصاویرهایی که اینجا دانلود کردیم ما فعلا تصویر لود میکنم. تصویر دیش مکان قرار گرفته، ایره ما میتونیم زوم کنیم. شهر کابل است. هدف از قرارگیری ازی است که چطور ما در کل تصویر زودتر اپلود کردیم است که ما برای کلاسیفیکیشن از حداقل از قبل باید معلومات داشته باشیم در مکانی که ما میخوایم تحلیل انجام بدیم در اون مکان چه چیزا موجود است. یا سایه زراعی است، سایه مسکونی است، سایه برفی است، یعنی چند کاتگوری داریم باید از قبل مشخص شود. خوب ما اینجا این باید کم پترنش ما تغییر بتونم. خوب است. یک لیبل بزنم اگه لیبل داره. خوب دوستان عزیز، این تصویر است، این سطح کابل است. این ما یک خب من زومین کنم معلومش دیگه قسمت ها که این سایه زراعی است، این سایه مسکونی است. یعنی از قبل من میدانم که کدام ساعت از شهر کابل زراعی و مسکونی است. هدفی است که شما باید اقل بفهمی سایه است، یعنی سایه بدر نخور یا کورجیری های اضافه است که کوه ها و صخره ها میشه. یعنی در کل وقت میخواین کلاسیفیکیشن کنیم باید از خود تصویر بدانید که این تصویر کدام ساحه و چی چیزا موجود داره. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه بعد از اینکه ما با ساحه بلدیت پیدا کردیم، یعنی مثلا این ساحه جهیل است که همون بند نقلوس و باید این قسمت هم با یک بند کوچک دیگه هم باید باشه، بند قرغه. به این قسمت ها موجود است که ممکن بعدا پیدا کنیمش. خب باز هم دوستان عزیز، برای که ما بیایم نقشه برداری خود یا تحلیل خود بالای تصاویر انجام بدیم نیاز داره که تک به تک باندار اضافه کنیم. درست است، تک به تک باندار اضافه شود و بعد از این ما بیایم تحقیق یا کلاسیفیکیشن انجام بدیم. خب عزیزان، قبل از اینکه کار آغاز کنیم اولین کار انجام بدیم ما سایه مورد مطالعه خود مشخص میکنیم. یعنی شما اگر شهر کابل ببینین، حتی این قسمت ها ما تصویر نداریم، این قسمت ها تصویر شهر کابل بسیار به نهایت زیاد است. درست است. ما میخوایم همیشه بگویم که کار را مشخص تر بسازیم. یعنی اگر ما یک
قریه را اگه ما در نظر بگیریم بسیار خوبتر است. بازم فرق میکنه کارکردگی یا کارکرد هر شخص. من کوشش میکنم مشخص بسازم و این کار شما هم چون انجام بدین. ما سایه کابل به خاطر از اینکه تمام تصاویرش من ندارم، چون در یک تصویر کور نمیشه، ما میخوایم که یک شیپ فایل بسازم و همین قسمت های مورد نیاز خودم مشخص بسازم. به خاطر از اینکه یک شیپ فایل بسازیم در یک پوشه یا در یک فولدر میریم، در این قسمت من میگم نیو شیپ فایل دیسته، اینو من میگم که AOI Area of Interest میگم پولیگان باشه. edit یک بار ببینیم که یک 42 UTM 42 اینو باید شما بفهمید که UTM 42 انتخاب کنیم. UTM 42 شهر کابل است. یعنی دوستا اگر در قسمت از معلومات نداشته باشن کم سرچ بزنید. ما یک جیوگرافیک کوردینیت سیستم داریم، یک پروژه کوردینیت سیستم داریم. جیوگرافیک میں مکمل به شکل سی بودی کارکرد داره و UTM ما زمان کار چقدر ما به یک ساحه نزدیکتر میم به پروینس یا باز چی میشه با UTM قرار میگیره، یعنی ساحه فلات قرار میگیره. کابل در شهر در UTM 42 قرار داره. بس آزون بندی رو که میکنیم در قسمت تیبل آف کانتنت پوشه میای. بعد از یک آمدی رو ما میگیم edit. continue edit. خب ما کمی زوم میکنم، زوم کردم بالای دی کلیک میکنیم. در این قسمت ما داریم create feature، بالای وی کلیک میکنم. در این قسمت پولیگانه میگیرم، سایه خودم مشخص میسازم. دوستا شما باز میتونین که اگر چون قسمت که ما در جریان هستم اگر ساحه بسیار بزرگ باشه مثل موارد شما مشخص بسازینش خوبتر میه. اگر باز گفتین نه مثلا ما یک ولسوالی رو کار میکنیم یا یک ولایت کار میکنیم، باز میشه امو ولسوالی شما شیپ فایلش استخراج کنید و بعد از این دمو ساحه شما کار خود انجام بدین. درست است؟ ما ایره میگم که خب می باشه مشکل نیست. اولین کار رو میکنم دوستان عزیز، شما در این قسمت ها ببینین ما در اینجا داریم با پایتون آرک تول باکس، تمام کامند هایی که انجام میتیم یا هر کار که انجام میتیم با می آرک تول باکس هست، سرچ، کتالوگ و که در این قسمت راست کلش کلک قرار در نداشت شما از این قسمت کلک میکنیم. من همیشه از بطن سرچ کمک میگیرم به خاطر از اینکه یک کامند اجرا کنم. به خاطر پیدا کردنش وقت گیری از باید بفهمی که کدام کامند کجا قرار داره. و اولین کار که ما بالای انجام میتیم باند کمپوزیشن است. باند کمپوزیشن تمام چون شما میفهمین که شما بهتر میفهمین که لنست تقریبا 12 یا 13 باند داره اشتباه نکرده باشم و هر باند باید ما تمام باند رو با یک لیر در بیاریم. خب به خاطر از این موضوع ما میدانم که باند کمپوزیت باند به خاطر این مورد استفاده میشه و شما اگه بخواین جایش پیدا کنین گفتن تول باکس، دیتا منیجمنت و راستر رو در این قسمت پیدا کرده میتونین. خود بالای آرک تول باکس هم کلیک کنین. به این شکل به شما میتونید پیدا کنید دیتا منیجمنت تولز، راستر، ایمیج پروسسینگ، راستر پروسسینگ، یعنی کمپوزیت باند. به این شکل پیدا میشه. اما اگر نامش بفهمین که با کدام نام یک چیز پیدا میشه سرچ بزنید زودتر پیدا میکنه از اینکه ما بریم در پوشه و سرچ بزنیم و طبعا یاد انسان نمیبره. اینپوت راستر کلیک میکنیم، جایی که دیتای ما باشه اون دیتا رو میاریم. دیتایی که ما به خاطر امی
توتوریال استفاده میکنیم. به نظرم که اینمی است. با باندای متفاوت داریم دوستا. باندا رو به شما یکم معرفی میکنم. لنسدج باندای متفاوت داره. ما در لنسدج باند یک تا باند 11 بوده. ما 12 باند گفتم، 11 باند داره. هر باندش نامش و رزولوشنش معلوم است. رزولوشن بسیار مهمه دوستان. از شما میتونید بعضی که رزولوشن خوبتر شود میتونید از سنتینل 2 استفاده کنید. او تقریبا 10 متر و 20 متر رزولوشن ها داره متفاوت. نسبت به لنست خوبتر است. لنست تقریبا 4-5 بندش 30 متر است، 16 متر. باند پانکروماتیک داره هم خوبتر است، 15 متر است. بانده متفاوت. خب دوستا میشه که ما تمام باندار اینجا من انسرت کنم بگیرم، اما به خاطر از اینکه ما از پرسونال کامپیوتر استفاده میکنیم یک کم قدرت جا ضعیف است و پروسسینگ ها رو بسیار طول میده و طبعا اذیت میکنه ما را. شما ببینید که ما با چی هدف استفاده میکنیم، با کدام هدف. ما با هدف از استفاده میکنیم که لند کور مپینگ هم مشخص بسازیم و اربن ایریا را که بلو گرین رید بیا به شکل مشخص میسازیم. نشنال کالر 432 کسی با کمپوزیشن ها دوستان عزیز 5432 با کالر اینفرارید و شارت ویو. اگریکلچر اگه استفاده میکنین 652. جیولوژی به شکل پانکروماتیکش از ویژیتیشن اندکس باشه، ماستر اندکس باشه. کی خوب باندایی که نیاز دوستان عزیز باند من انتخاب میکنم باند 2 3 4 کمو بلو گرین رید است. بعدا من باند نیر انفرارید پیدا میکنیم. بسیار خوب است. باند نیر انفرارید ما باند 5 و باند اف 5 و اف 5 و 7 تا اضافه میکنیم. بس 10 و 11 او باز ترمال است. 5 و 7 عد میکنم. اینجا عد میشه دوستان عزیز. بعدا اوتپوت انتخاب میکنیم. در اوتپوت ما میگم که در کدام پوشر انتخاب میکنیم. میگم به نام لنست کمپوزیت باند دات تی آی اف. امو اکستنشنش هم انتخاب میکنیم تی آی اف. اوکی میگیم وای. خب انجام میشه. خب خیلی باشه یک مرحله دیگه اوکی میکنیم. این پروسس انجام میشه. شما در این قسمت ممکن در این قسمت ها ببینید پروسس انجام میشه، اما شما که تازه با جی اس کار کنین یکم کنفیوز بشین که شد پروسه رو ما اوکی کردیم اما نه اینجا خروجی آمد کار شد انجام شد یا خیر یکان تا میان کلوز میکنن. به خاطر از یک بدانیم که می پروسسینگ در حال اجرا است یا خیر میان جی پروسسینگ ریزلت. در ریزلت که آمدیم به بالای قسمت کلیک میکنیم میگه کمپوزیت باند چیه در حال اجرا است. شما منتظر باشید. خب دوستان عزیز در قسمت شما ببینید که پروسسینگ ما انجام شد. اگه بالای قسمت کلیک کنیم میگه باند 1 2 3 4 5 کنفیوز میشن دیگه چون ما باند 1 ایگنور کرده بودیم یعنی باند 1 نبود باز باند 2 3 4 و اف بود. باند 2 3 4 5 و اف بیایم رینیم کنیم. چطور رینیم میشه؟ میایم در آر کاتالوگ یا کاتالوگ باز میکنیم لنست اینو باز میگیم تنها دیگه قسمت ها رینیم میکنیم. این میگم که از بیس پایین رینیم میکنیم. میگم که باند F2 رو بزنین رینیم میکنه. باند افت یا اگر F2 نزدین بین بالاش رایت کلیک رینیم. باند اف باند 5 سیست باند 5 این میشه باند 4 باند I'm sorry 4 یه رایت کلیک میگیم باند 3 و در اخیر میشه میگم که F2 وظیفه زدم F2 باند 2. خب یا رو ریموو میکنیم دوباره اپلود میکنیم تصویر آمد. حال کار انجام میکنیم کلیپ میکنیم دوستان عزیز که ما میگیم خوب امی تصویر
کلی را ما پروسس کردن نمیتونیم بریم گیره مطابق فوکس ایریای خود یا مطابق همون ساحه که کار میکنیم. ساحه کاری ما مشخص تر از به نام ای قسمت هست. ممکن ساحه شما یک ولسوالی باشه، یک ولایت باشه، شما اون رو باز انتخاب کنین. اگر نفهمیدین که چطور انتخاب میشه دوستان عزیز، شما مثلا اینی کابل با استفاده از اینی کامند به نام سلکت فیچر ایره کلیک میکنین، بالای خود امی فایل راست کلیک میکنین، میگن دیتا اکسپورت دیتا، درست است. یک جای برش انتخاب میکنین، وقتی که اوکی کردین اتومات میگه ما شما دوباره اد کنیم، بله اد کن. این فعلا به یک شی فایل تبدیلش کردم. به این شکل شما میتونین انتخاب کنین. خوب باشه. ما میم در سرچ کامند کلیپ با چه خاطر استفاده میشه؟ کلیپ به خاطر ازی که ما یک ایمیج قطع کنیم. کلیپ دیتا منیجمنت انتخاب میکنیم. دیتا منیجمنت تولز انتخاب میکنیم. در این قسمت ایمیج اینپوت رستر ایمیج خود انتخاب میکنیم. آوتپوت خود AOI درست است. یوز اینپورت میگه مطابق یوز اینپورت اگر انتخاب کنین دوستان عزیز مطابق اینمی چهار گردازی که ببینین بعد رقم که تاو خورده به مقول به گفته هم به اون شکل کلیپ میکنه. اگر این انتخاب نکنین بازی به شکل مربع برتان دیتا اکستراکت یا کلیپ میکنه. این انتخاب میکنیم. آوتپوت خود انتخاب میکنیم در کجا سیو باشه. ما نام میگیم که به نام لندست است. لندست 2015 دات تی آی اف اینمی دیتا نهایی ماست و اوکی میگیم. این همچنان کم زمان بر است. کلیپ انجام شد. ما کم زوم اوت میکنم و این دیتا رو ماف میکنم. این تصویر ما است که ما میخوایم از این تصویر استفاده کنم دوستان عزیز. پارت اول دوستان به تمام است. باز به بقیه پارت های بعدی را شما میتونید از این کانال تعقیب کنید. فعلا اوقات خوش.